وقتتون بخیر. دکتر سیمین ستوده هستم، فوق تخصص گوارش. یه پست کوتاه دیگه راجع به یکی از مشکلات و یا داروهای شایع در بیماری‌های گوارشی. پروتون پامپ اینهیبیتور یا همون داروهای ضد اسید ناشتای معده که به صورت معمولاً 1 بار در روز قبل از صبحانه یا 2 بار در روز قبل از صبحانه و شام استفاده میشه. این گروه دارویی داروهای شایعی مثل اومپرازول، اسومپرازول، لنزوپرازول، نکسیوم، ربپرازول و داروهای از این دسته داخلشون هست و خیلی از افراد دارن طولانی مدت برای کنترل علائم گوارشی مثل رفلاکس، مثل سوء هاضمه استفاده میکنن از این داروها. یک کسی که داره مدت طولانی بیشتر از 6 ماه تا 1 سال از این دارو استفاده میکنه چند تا مراقبت رو باید انجام بده. سالانه 2 بار سطح منیزیم، سطح ویتامین B12 خون و آزمایش‌های عملکرد کلیه‌اش رو حتما باید چک بکنه. و در افرادی که دارن این دارو رو به صورت مزمن استفاده می‌کنند، حتما باید مصرف کلسیم و ویتامین D به صورت کافی و روزانه باشه. و اگر مصرف در واقع مکمل نیاز داشتن، حتما حاوی ویتامین D و کلسیم با دوز خوب باشه، مخصوصا در افراد بالای 60 سال، چون یکی از عوارض احتمالی، البته نه چندان شایع، ممکنه استئوپروزیس یا در واقع پوکی استخوان باشه. پس این چند تا نکته رو رعایت کنید لطفاً. و در نهایت اگر این داروها رو دارین مزمن استفاده میکنید و دیگه جواب نمیگیرید ازش، لطفاً داروتون رو عوض کنید با نظر و مشورت پزشکتون و مصرف این داروها همیشه باید همراه با آب باشه. با شیر نباید استفاده بکنید. اول وقت صبح باشه که بیشترین کارایی رو داشته باشه براتون. و یه نکته مهم هم فاصله زمانی اون دارو با داروی کلوپیدوگرل هست یا پلاویکس. پلاویکس داروی شایعی هست که در بیماری‌های قلبی، آتروسکلروز، کسایی که آنژیوگرافی قلبی شدن استفاده میشه. بین مصرف داروهای ناشتاتون، ناشتای ضد اسید معدتون و پلاویکس 12 ساعت فاصله بذارید. یعنی داروی ناشتاتون که صبح استفاده میکنید، مصرف پلاویکس رو بذارین در تایم عصر استفاده بکنید. امیدوارم که این نکات هم براتون مفید بوده باشه.